یکی از خوشمزه ترین شیرینیایی که بدون فر و همزن میتونی درست کنی این کاکای کدو حلواییه. یه لیوان کدو پخته شده میخوایم، نصف لیوان شکر، یه دونه تخم مرغ، پودر بیکینگ پودر، گلاب، دارچین با هم مخلوط میکنیم. با هم که میکس شد بهش یه لیوان آرد شیرینی پزی اضافه میکنیم. بعد توی روغن داغ و هر اندازه‌ای که دوست دارید سرخ میکنید. این شیرینی خوشمزمون آماده است. لایک و سابسکرایب یادت نره.